درود به دوستان عزیزم. توی دنیای پر از چالش امروزی، آرامش و راحتی خیال نعمتیه که خیلی از ما آرزوی اونو داریم. برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید کاری انجام بدیم. باید با روش‌هایی بتونیم اون آرامشی که نیاز داریم رو به زندگیمون دعوت کنیم. تکنیکایی که کمک میکنه آرامش و نشاط در زندگی ما موج بزنه. اصل اول اینه که با خدا باید ارتباط برقرار کنیم. به خدا توکل کنیم. هرچی این ارتباط عمیق‌تر باشه، آرامش و نشاط هم بیشتر خواهد بود و ترس و اضطراب ما کمتر میشه و اون ترس و اضطراب نمیتونه به ما غلبه کنه. هیچ حادثه‌ای در این دنیا اتفاقی نیست و در همه اونها هم لطف و رحمت خداوند وجود داره و باعث تکامل روح ما میشه. این نگاه باعث میشه که آرامشمون بیشتر بشه، با مسائل بهتر کنار بیایم و بتونیم حلشون کنیم. دوستان عزیزم، تا اینجای برنامه با من همراه هستید. لایک و سابسکرایب کنید تا برنامه بعدی رو از دست ندید. برنامه ریزی مؤثر برای مدیریت وقت و وظایف، تعیین اولویت‌ها و یک روتین روزانه کمک میکنه که کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم و آرامش به زندگیمون حکم فرما بشه. یادگیری مدیریت پول و برنامه ریزی مالی هم کمک میکنه امور مالی مدیریت بشه، بهتر مدیریت بشه و با خیال راحت تر بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم. روابط مثبت و پشتیبانی از دوستان و خانواده و همینطور متقابلا از سمت عزیزانمون اون آرامش ما رو بیشتر میکنه و یکی از روش‌های مهم هست. تمرکز روی کار و رشد خیلی مهمه، اما حفظ تعادل با زمان استراحت و وقت گذرانی با کسانی که دوستشون داریم یه عامل خیلی اساسی هستش و مجدد اون انرژی لازم رو به ما برمیگردونه. باید به خودمون اعتماد کنیم و در انجام وظایف و تلاش برای دستیابی به اهدافمون مصمم باشیم. باید اعتماد به نفس داشته باشیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. شاد باشید.